گلدسته مهر با همین نام مجموعه شعرهای نوشته سیده رمضان نشر گردیده به دست خوانندگانش رسید. سیده در دور نهایی آزمون جمهوری فروغ یوسفی دانایی کتاب است از روی نامیناسیون نظم غالب گردیده برای اشتراک به دور ولایتی آزمون آمادگی خوب دیده است. در حال حاضر به مطالعه اثرهای شاعران معاصر کلاسیک مشغول هستم برای باز هم بهتر کردن سبک شعرنویسی خود. زیادتر الان مطالعه می نمایم شعرهای کهزاد فتح‌الله را، استاد لایق شیرعلی را، میرزا ترسونزاده، از شاعران کلاسیک باشد از بدیل را میخوانم، از کمال خوجندی را میخوانم. در آینده نیت دارم که از شعرهای همین شاعران کلاسیک و معاصر خود یک غذای معنوی گرفته باز برای توشراه آینده خود یک شاهراه وسیع را فراخ را کشایم و در آن چنان قدم نهم، چنان به آن شاهراه استوار قدم گذارم که هیچ کس و هیچ چیز نتواند در جاده شعر و شاعری سد راه هم گردد. میخواهم در آینده باز اثرهای غیر از کتاب مجموعه‌ای که باز یعنی در حال حاضر به چاپ رسیده است با نام گلدسته مهر که با دستگیری بسیاری از استادان روی چاپ آمده است. بغیر از گلدسته مهر باز میخواهم کتاب‌های باز هم از این خوبتر و بهتر به چاپ رسانم. میخواهم شعرهای خوبتر و بهتر را باز نویسم و همینطور با قلم خود با خامه خود میخواهم بهر تاجیکستان عزیزم سهم باسزایی گذاشته باشم. سیده رمضان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 واقع در دهه نوبهار ناحیه واسع است. او اعضای فعال محفل ادیبان جوان میباشد. تشکیل شدن آزمون عمومی جمهوری فروغ یوسفی دانایی کتاب است. اول ما همگی داشتیم 7 نفر اعضا در محفلمان. امروز باشد با شرافت آن همین ما 53 نفر اعضای محفل داریم که حاضر با خوانندگان دیگر هم در همه اعضای محفل های ما اشتراک میکنند که این یک با شرافت پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمانوف است که حاضر جلب زیاد خوانندگان با آزمون ها که در ما در ریسپوبلیک هست میزگرند. 5 آزمون عمومی جمهوری هست که خوانندگان بیشتری آنها در همه محفل های ما آمده تیاری میبینند و یکی از همه مژده که امروز من دارم کتاب گلدسته مهر سیده رمضان است که در حجم 80 صفحه همه خواننده ایجاد کرده است. کتاب گلدسته مهر با قلم سیده رمضان نه تنها بین دوستان بلکه در همایش ناحیوی در ملاقات رئیس ناحیه واسع با ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه و داوطلبان دوری ولایتی آزمون جمهوری فروغ یوسفی دانایی کتاب است معرفی کرده شد. مجموعه شعرهایی که در این کتاب با قلم سیده رمضان گرد آورده شدند موضوع وطن، مادر، احترام به ارزش‌های دوران صاحب استقلالی تاجیکستان را در بر گرفته است. در این همایش تاکید کرده شد که با پیشنهاد پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان پیشنهاد گردیدن آزمون‌های سطح جمهوری سطح دانش نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب علم آموزی بلند گردانیده است. در این همایش همچنین تاکید کرده شد که در شرایط جهانی شوی وابسته به وضع جهانی معاصر جوانان باید هوشیار و زیرک باشند، هر کجایی باشند در یاد وطن باشند، به قدر ارزش‌های دولت صاحب استقلال تاجیکستان رسیده آن را همچون گوهرک چشم حفظ نمایند. در جنب است از جانب بخش کار با جوانان و ورزش در موضوع وطن دوستی سوال‌ها پیشنهاد گردیده غالبان با تحفه‌های خاطره‌ای قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.